دوستان عزیز سلام علیکم. ما قرار داریم در شهر پنجکند زمین‌های خشک و چی گویم شما کم حاصل زمینی برادران خوشوقت جان سلام علیکم. رحمت که شما تکلیف کردید به پنجکند امروز. ما رو با کدام مقصد تکلیف کردید؟ با مقصد تکلیف کردم که همین مقصد همین زمینی لالمی آب رو بریم به قریبی. ما می‌خواستیم که همین با یاردم شما همین ما پنجکند آباد کنیم. ما مقصد باغ کنیم، آینده تاجیکستان رو سازیم. یا چهارمغز چند درس چیزی که شما ما رسوندید یا که پیستا یا که شپاونیکی کارالевский бошка چیزی که دامون گفتید. خیلی اینش با کاربری میکنه نصیب باشد. همین راهش نشون میده چیزی طرز شناختنش، طرز کارون کردنش و همین رحمت شما با همه شما یاد میتیم خدا خواهد همین زمینایی که من هم میبینیم من پژار شده سوخته است. یعنی چی میروید می؟ نه من اگه منش گندم ببینید یک وجه بسیار دیگه نیست. من گندم کوید دیدم. یگام مایده فایده نیست. نه یگام مایده زمینا حاصل ندارن. همین زمین با یاردم شما بیدار کردن ما. اکنون جوره جان من پیشنهاد میکنم زمیناتون به نهایت نقض شما نقض درباره چهارمغزشنانی شما که آبی زیرزمینی کندید دیدم من بسیار نقض ما همینجا اگر که هنگویت شما راضی باشید ما کمک میکنیم شما با استفاده از آبیاری قطرگی چهارمغز چند لیر میشنونیم. اکنون کارش کمتر و گرد زمینتون همین 25 گکتر ما خوش پیشنهاد میکنیم یعنی خلول میشنونید. گرد زمینتون محکم میشود و چهارمغز چند لیر میشنونیم تو همین زمینایی که سوختگی به آب رو ما آبدار میکنیم زمین‌ها رو سرسبز میکنیم. یک باغ میکنیم همینجا باغ چهارمغز که چی بگم یک حسود خورن آدم‌ها همین بعد از 4 سال همینجا خدا خواهد همین چول زمینای شما همین زمینایی که خشک خالی هستن که دو این پژار میشود همین یک کار کنیم که سرسبز کنیم. برای اینجا البته مبلغ میرود شما دانسته مانید مهنت میرود مبلغ میرود پورو میرود پول میرود شلنگو میرود دوربوری میرود با همین تیار باید باشید شما. خوشوقت جوره جان انا باغتون رو ببینید چه نقش شدگی اونجا دیدید من باغ کردید باغ سیب باغ گلوس من اونجا رحمت شما با انا خیلی زمینه سرسبز میکنیم. خوشوقت جان همدیران عزیز ما امروز آمدیم انتخاب کردیم قطعه زمین خوشوقت و فکر کردیم چی میشه در اینجا در این سنگلاخ در این کم خرج کردن در کار کم خرج کنیم ما چهارمغز میشنونیم چهارمغز یا پیستا میشنونیم و گرد با گردش خوش میشنونیم خوش به اورست میشود خدا خواهد آب کتیم کم پارو دوده و چهارمغز بهترین میشود. خوشوقت جان سلامت باشید رحمت به شما. برای اینقدر چی گرفتنتون اقدام گرفتنتون که یک گوشه وطنتون رو وطن خودمون اساساً نهایتون رو آباد میکنید و شما یک جوان تشکر ارادهتون رو مستحکم تر کنید میونه محکم بندید ما با شما کمک میکنیم همین شما از ارادهتون نگشته همین رو آباد میکنیم. خب همدیران عزیز در پناه خدا باشید و خوشوقت جوره جان کمی با آرزو میکنیم.